ترکی صحبت کردن مسعود پزشکیان توی آذربایجان باعث تعجب خیلیا شد. پزشکیان بعد از حضور توی بندرعباس مستقیم به باکو رفت و اونجا با الهام علیوف و مقامات این کشور ترکی صحبت کرد و باکو رو شهری مثل تبریز و اردبیل اعلام کرد. بعضیا این اقدام پزشکیان رو خلاف عرف دیپلماتیک دونستن و معتقدن رئیس جمهور ایران باید همه جا به زبون رسمی کشور یعنی فارسی صحبت کنه. اما بعضیا میگن حدوداً 30 میلیون ترک توی ایران داریم و ایرادی نداره پزشکیان به زبون مادری صحبت کنه. جالب پزشکیان قبلا هم توی سفرش به کردستان به کردی با مردم و رسانه‌های اونجا صحبت کرده و با رسانه‌های بین‌المللی هم همیشه به زبان انگلیسی مکالمه میکنه تا حرفشون مستقیم و بدون واسطه بیان کنه. جالب پزشکیان تنها رئیس جمهور دنیاست که میتونه به 4 زبون صحبت کنه و از نظر دانشگاهی هم با سوادترین رئیس جمهور جهان به حساب میاد. اما بعضیا هنوزم به عملکردش انتقاد دارن و معتقدن باید برای حل مشکلات مردم بهتر کار کنه. حالا شما بگین نظرتون چیه؟ تکس کلاب هم فالو کنید.